چند شب پیش مادری مناجات یک دختر کلاس 6 ابتدایی نشانم داد که با خدا مناجات کرده بود، یه مطلبی نوشته بود: خدایا من خیلی تقصیرکارم، از گناهان من در بگذر. دختر 6 ابتدایی با الله مناجات میکنه. پس اونایی که 50 سالشونه، 60 سالشونه، 100 سالشونه، اونا باید چقدر گریه بکنن. ششم ابتدایی تازه 2 سال 3 سال بیشتر نیست بالغ شده. چطوری بچه های ما اینطوری تو همین مهد قرآن ها، مهد کودک ها، کلاس های قرآن، تو مسجد حاضر میشن، دعا شرکت میکنن. خیلی وقتا دعا فارسی خونده میشه، گوش دارن میدن بزرگترشون چه دعایی میکنن، چه میخونن. این آموزش غیر مستقیمه. این آموزش در قالب الگوی رفتاری است. آموزش دو نمونه داریم. آموزش کلامی داریم که کسی رو کلامی آموزش میدی، نصیحت میکنی، کلاس میذاری، سخنرانی میکنی. پس الگو یکی الگوی کلامی است. ما مأموریم که حرفای زیبا بزنیم، صحبت‌ها و سخنهای زیبا بکنیم. و الگوی دوم الگوی رفتاری است. وقتی تو یک محیطی و یک فضای همه میبینن، بچه ها میبینن. الان سوال برای بچه ها پیش میاد: تا سر سفره نشستی باباس بسم الله گفتی؟ تو 5 سالت بیشتر نیست. به بابا و مامانش میگه: بابا بسم الله گفتید؟ ببخشید دخترم فراموش کرده بودم. بابا الحمدلله گفتید؟ سبحان الله. میگم یک مادر جوانی دخترش برده بود مهد قرآن. یه روز آمد اعتراض کرد: چی یاد بچه من دادید؟ بچه من هر شب که میخواد بخوابه، تا میخواد بخوابه سرش میذاره رو متکا، میگه که ای خدا به نام تو میمیرم زنده میشم. چی یاد بچه ما دادید؟ هر شب میخواد بخوابه میگه میمیرم زنده میشم. خب مادر ارتباط نداشته با اذکار. دختر بچه تو چی میگه؟ قبل از خواب میمیرم زنده میشم. ما یه وقتی بچه بودیم میخواستن ما رو بخوابونن قدیمی ها. اگر بچه شب نمیخوابید میترسوندنش. دوز میاد تو رو میبره، حالا بخواب. بیبری هست. بیبری چیه؟ طوری جلوه داده بودن بیبری، میگفتن یک مرد عظیم الجثه هست، هیکل بزرگی داره، این فقط بچه های کوچیک رو میدزده، سرشون میبره. اینطوری بچه ها خواب میکردن. سرشون میبره، آویزششون میکنه برعکس، سر به پایین، خونشون که میچکه توی تشتی، خونشون میخوره، جگرشون میخوره. بخواب که بیبری هست. اینطوری بچه خواب میکنن. الان با دعا: بسمک اللهم اموت و احیا، بسمک اللهم وضعت جنبی و بک ارفعه، ان امسکت نفسی فارحمها و ان ارسلتها، ان امسکت نفسی فارحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. خدایا به نام تو پهلومو میگذارم روی این بستر خواب و به نام تو بلندش میکنم. اگر در خواب جان منو گرفتید رحمش کن. اگر اجازه دادید که یک باری دیگه فرصت داشته باشه، زنده بشه، حفظش بکن با همون حفظ و نگهداری که بندگان صالح خودتو حفظ میکنید. چه دعای زیبایی است.